سلام، این منم به همراه خانوادم در راه روایت شب سوم گارنت با موضوع ترس، با حضور کل چهره محبوب و دوست داشتنی. تقریبا 1 ساعت معطل موندیم تا برنامه شروع بشه، در حالی که برنامه قرار بود 7:30 شروع بشه، حدود 8:30 شروع شد و تا حدود 11 شب طول کشید. در مورد دکور بگم که طراحی متناسقی با فضا داشت، ولی نور صحنه آزاردهنده بود. چراغ مستقیم توی چشمم بود و تا آخر برنامه خستم بود. غزل شاکری که من شخصا عاشقشم به عنوان میزبان اجرای آروم و دلنشینی داشت و با گفتن ترس‌های شخصیش شروع خوبی برای برنامه بود. گوهر خیراندیش به عنوان اولین مهمون روی صحنه اومد، ولی فقط سلام کرد و رفت بدون هیچ توضیح. هنوزم نمیدونم چرا صحبت نکرد. علی خدایی از تجربه مشترک ما در دوران کرونا گفت، از ترسایی که هممون لمسش کردیم. خیلی صادقانه و نزدیک بود. مصطفی ضابطیان از ترس‌های سفر گفت و تجربه شخصیش در شروع جنگ 12 روزه، چون اون تایم استانبول بود و مسئولیت یک گروه هم گردنش بود. مصطفی مستور متن جذاب و عمیقی نوشته بود که برامون خوند و من واقعا لذت بردم. یکی از بخش‌های خوب برنامه هم صحبت‌های 2 نفر از حضار برنامه، خانم دکتر مینو هاشمی روانپزشک و همسرشون که جراح مغز هستن. خانم دکتر درباره تاثیر داستان در یادگیری از نگاه ذهن و روان صحبت کرد و همسرشون به صورت علمی توضیح داد ترس توی مغز کجا ذخیره میشه و چطور میشه مدیریتش کرد. بعدش هم گفتگوی فوق‌العاده رشید کاکاوند و شمس لنگرودی، هم شعر، هم شوخی، هم نگاه عمیق به زندگی، یکی از بخش‌های مورد علاقه‌ام بود. ترس لازم نیست که لغت ترس روش باشه، فضای ترس، زندگی ترسانی اونهاست که تو ادبیات خیلی فراوان. و در پایان سردار سرمست از ترسای پدر بزرگش گفت و اینکه چقدر خودش رو شبیه اون میدونه. صحبتاش انسانی و صمیمی بود، فقط حیف که اجازه نداشت آکاردئونش رو بیاره و اجرا کنه. در کل شب جذاب و به یاد موندنی بود. حضور این همه چهره دوست داشتنی، روایت‌های از دل زندگی، ترکیب علم و ادبیات. روایت شب فقط یه برنامه نیست، یه جور آینه است برای دیدن خودمون از زاویه نگاه دیگران. ممنونم از مجموعه گارنت برای ایجاد این تجربه جذاب.